سلام به همگی. موضوع داستان ترسناکی در خانه تاریک. در شبی تاریک و ساکت یک خانه قدیمی واقع در خیابان کنار شهر ایستاده بود. خانه‌ای که به تنهایی در تاریکی شب می‌لرزید. هیچ نوری از پنجره‌ها نمی‌آمد و تنها صدای پای پلکان چوبیش در خیابان خلوت بود که به گوش می‌آمد. مردی جوان به نام امیر تصمیم گرفت که این خانه را برای یک شب ترسناک بررسی کند. با ورود به خانه هوای سردتست را در او احساس می کرد. اتاقها تاریک بودند و صدای پای خود را در سکوت شب هرچی بیشتر می شنید. در حین جستجو امیر با شی‌های عجیبی روبرو شد. صدای خنده‌های ناشناخته از کمدها بیرون می‌آمد و سایه‌های تاریک اتاق‌ها در حرکت بودند. برخی از شیاطین کوچک از زیر تخت‌ها به وجود آمدند. امیر در حالی که به ترس لرزان بود، یک در آشکار شد و وارد اتاقی گرد و خاکی شد. اتاق پر از عکس‌های پیرزنی بود که چهره‌اش به طرز ترسناکی خندان بود. امیر در آینه این عکس را نگاه کرد و چشمان تاریک خود را در آن دید. با یک جیغ ترسناک امیر از اتاق بیرون آمد و تلاش کرد تا از آن خانه فرار کند. اما در هر گامی که برمی‌داشت، صداها و سایه‌های اطرافش را همراهی می‌کردند تا اینکه او به خود می‌آمد که در یک دنیای ترسناک به دام افتاده است. امیر در تاریکی خیابان به طرز غیر قابل تصور احساس می‌کرد که همه چیز اطرافش به یک تاریکی ناپایان تبدیل شده است. او به سرعت پلکان‌های خانه را به پای می‌رفت تا به خودش بیاید که چطور از این دنیای تاریک بگریزد. هنگامی که به پایین رسید، با یک لحظه تعجب خود را در یک اتاق دیگری از خانه پیدا کرد. این اتاق پر از آینه‌ها بود. هر آینه که نگاه می‌کرد در چهرهش به چهره‌های مختلف دیگر تبدیل می‌شد. امیر دچار حالت ترس و شوک شد. احساس می‌کرد که او همیشه در این خانه گم می‌شود. صدای از دور به گوشش می‌رسید. صدای گریه بچه‌ای که در تاریکی محو شده بود. او از آن سوی اتاق حرکت کرد و به سمت صدا حرکت کرد. با باز کردن در اتاق تاریک یک کودک بچه با چشمان خود پر از ترس نشسته بود. کودک گفت: لطفاً من را از اینجا بیرون ببرید. این خانه هیچ وقت به من اجازه نمی‌دهد که بروم. امیر با تعجب پرسید و با کمی هم ترس که چه اتفاقی افتاده. کودک گفت: این خانه یک دام است. هر کس که وارد شود در آن گم می شود و به هیچ وجه نمی تواند برگردد. صدای خنده‌های ناشناخته دوباره به گوششان می رسید. امیر و کودک با هم سعی کردند از این خانه تاریک فرار کنند. اما هر کجا که می رفتند همان ترسناکی و تاریکی آنجا پیششان می آمد. در این دنیای تاریک و مهیب امیر و کودک به یک نقطه اوج ترس خود رسیدند. حالا آیا آنها قادر به فرار از دام خانه تاریک می شوند یا اینکه به همین تاریکی جاودانه فرسوده می شوند؟ ویدیو رو تماشا کنید تا پاسخ را بدانید. با گام‌های سنگین و ترسناک امیر و کودک به سمت اتاق دیگری حرکت کردند. اتاقی که تاریکی آن بیش از حد بود و هیچ کس نمی‌توانست حتی نوری را در آن تشخیص دهد. صدای خنده‌های بلندتر و ترسناکتر به گوششان می‌رسید و آنها در حالی که در تاریکی گم شده بودند احساس می‌کردند که چیزی بزرگتر از آنچه تاکنون دیدند در انتظار آنهاست. بازیچی‌هایی از تاریکی پدیدار شدند
و یک نور ضعیف از دور دیده میشد. هنگامی که به نور نزدیکتر شدند، یک در زیبا و مرموز ظاهر شد. آنها به مرور وارد این اتاق جادویی شدند. در وسط اتاق یک آینه بزرگ و براق بود که نور آن را از هر طرف به خودش جذب می‌کرد. امیر و کودک نگاهی به آینه انداختند و دیدند که در آنها به خودشان نگاه می‌کنند، اما به شکل دیگر. آینه نشان می‌داد که آنها دیگر خودشان نبوده و بلکه به شکل شیطانی و ترسناک تبدیل شده‌اند. این تصویر ترسناک به آنها نشان می‌داد که خودشان نیز قربانیان این خانه تاریک شده‌اند و در دام چشم‌اندازهای ناشناخته قرار گرفته‌اند. کودک با گریه به آینه نگاه کرد و گفت: ما همیشه در اینجا خواهیم ماند. این خانه از هر کسی که وارد می شود روحش را می گیرد. امیر و کودک در تاریکی غمگین آینه به ترسناکی جاودانه سپرده شده بودند و دیگر صدای پای خود را در تاریکی این خانه نشنیدند. تا همیشه در این خانه تاریک گم شده بودند و ترسشان از چشمان شیطانی که در آینه می نشستند تا ابد ادامه خواهد یافت. و این هم پایان داستان. برای ویدیوهای بیشتر با موضوع ترسناک لطفاً کانال را سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. خداحافظ.